باران که همه چیز را میشوید و خاموش میکند چرا بر آتش معبد اثر نمیگذارد؟ این عجیب نیست؟ پس ساحره ایسته؟ در میان شعله های آتش بود، نتوانستیم نجاتش دهیم. ساحره سوخت. ساحره ایستر سوخت. یعنی ایستر هم باید بسوزد؟ نمیشود برای او کاری کرد. مگر آتش کاهنه معبد رو هم میسوزاند؟ معلوم است او که از خدایان نیست، او هم میسوزد. این بود خدای قدرتمند اشتار. خود و کاهنانش در آتش سوختند و توان دفاع از خود را نداشتند. ایستر که میگفت راهیل و فرزندش نابود خواهند شد. چه شد؟ اینکه خودش نابود شد. چه نبودم؟ کجا؟ میروم به خدای یعقوب ایمان بیاورم. شما که میگفتید یعقوب عامل بدبختی و نابودی مردم فدان شده است، ولی به عکس فرزند یعقوب مایه نزول باران و خیر و برکت برای ما شده است. برویم. بمانید. کجا میروید؟ بمانید، از آیین نیاکان خود دفاع کنید. بمانید. کجا میروید؟ معبد در حال سوختن است. ایشتر نابود میشود. کاهن بزرگ میسوزد. برگردید. کجا میروید؟ آتش معبد باید خاموش شود. بیشتر نجات بدهید. آتش را خاموش کنید. گویا باران رحمت الهی جسم و جان این مردم هر دو را تطهیر کرده است. به یمن قدوم فرزند شما باران به فدان می‌بارد. او را به ما نشان نمی‌دهید؟ من ناگزیرم که به نبوت شما اقرار کنم، چرا که به عیان دیدم با آمدن فرزند تو هم معبد بتپرستان نابود شد، هم قحطی فدان. قدوم یوسف مبارک است، اما آن که معبد ایشتار را نابود کرده و باران بر فدان نازل نموده خدای من است، خداوند یکتا. نمیخواهید او را ببینید؟ من و همسرم خدای تو را دیده بودیم.
امشب مردم فدان نیز دیدند هم قدرت بی انتهای خدای تو را، هم ذلت و زبونی خدایان خیش را. اینک آمده اند که به خداوند یکتا ایمان آورند. ای نبی خدا، ای نبی خدا، قلوب اینان را با نور ایمان منور گردان. آیا همه شما بر کلام فارس هستید؟ با من بگویید. ما از همه خدایان سرد و سنگی و دیگر خدایان زمینی بیزاری می جوییم و به خداوند یکتا ایمان می آوریم. خداوند آسمان ها و زمین و به همه پیامبران و فرستادگانش ایمان می آوریم و از فرامین آنها اطاعت می کنیم. پنج سال از نزول خشم خداوند بر زیگورات اشتار می‌گذرد و 5 سال است که درهای نعمت خداوند بر روی مردم فدان آرام گشوده شده. راهیل همسر محبوب یعقوب نبی و مادر یوسف در انتظار فرزندی دیگر به سر میبرد. یوسف. بله مادر. امروز با پدر به صحرا میرویم. باشد مادر، من خوشحالم. برویم. آن زمان که از یعقوب فرزندی نداشت محبوبه او بود، اکنون که دیگر هیچ. من و زلفا کنیزیم و لیاقت گشت و گذار با یعقوب نبی را نداریم. مادرت لیا چه؟ شاید کار دارد، شاید هم علاقه به گشت و گذار در صحرا ندارد. چه میدانم؟ و شاید پدرت جز راهیل کسی را دوست ندارد. پانزده سال پیش اولین ملاقات من با شما کنار این چاه بود. من آن روز فهمیدم که شما پسر عمه من هستید و من فهمیدم شما دختر دایی من هستید. آغاز عشق و علاقه ما به یکدیگر از همان روز بود. پدرم اسحاق و مادرم ربقه مرا به سوی تو هدایت کردند. برویم بچه ها رفتن. وقتی پدرم لبان فهمید تو خواهان من هستی 7 سال شبانه گوسفندان را مهریه من قرار داد و من پذیرفتم.
اما در پایان 7 سال لابان خواهرت لیا را به ازدواج من درآورد. چاره ای نبود. در فدا خواهر کوچکتر را پیش از خواهر بزرگتر شوهر نمیدهند. من 7 سال دیگر به خاطر تو شبانی لابان را پذیرفتم. لابان آگاه نبود. اگر 70 سال دیگر هم میگفت باز هم میپذیرفتم. چه زود سپری شد. آری. هر کس در این میدان پیروز شود قصد دارم به زودی به زادگاه هم کنعان بازگردم. نکند آنها با یکدیگر نزاع کنند. ببینم چه میکنی شب. نگران نباش، آنها زورآزمایی میکنند. معتقدن هر کس قوی تر از دیگران باشد جانشین من است. بسنش سمی هر کس در این میدان پیروز شود او جانشین من. بلند یعقوب نبی را میشناسی؟ فرزند اسحاق پیامبر؟ او و فرزندش مایه خیر و برکت فدانند. آری میشناسم. کجا میتوانم او را بیابم؟ دایی او لابان فرماندار است، نزد او. چه میخواهی؟ پیکی از کنعان هستم. با جناب فرماندار کار دارم. دنبال من دینه جان بیا دخترم. با یوسف بازی کن تا مادرت رو یاری کنه. باشه راهی خبری است؟ مبارک است. نبی خدا هم خبر دارد؟ سلام پدر بزرگ. سلام پدر بزرگ. سلام پدر بزرگ. سلام پدر، خوش آمدی. سلام. چه شده یادی از ما کردی؟ چیزی شده پدر؟ اتفاقی افتاده است؟ آن مرد که میبینید از کنعان آمده و خبرهای خوبی برای ما ندارد. یعقوب کجاست؟
به دایی خوبم لبان، چه شده؟ راه گم کرده ای؟ اگر چه تلخ است اما میدانم تحمل شنیدنش را داری. چرا حرف نمیزنی؟ پدرت اسحاق نبی دار فانی را ودا گفته. همه از خدایی و به سوی او برمیگردی. تصمیم شما چیست پیامبر خدا؟ بعد از اسحاق نبی رسالت مردم کنعان بر عهده یعقوب نبی است. خواهرتان فائقه گفتند این رسالت را به شما ابلاغ کنم. یعنی باید بروید؟ مرگ حقیقتی است که همه را در بر میگیرد و هیچ کس را از آن گریزی نیست، حتی اولیا و انبیای الهی. از همدردی همه شما سپاسگزارم و از خداوند برای خود طلب صبر و بردباری میکنم. ای نبی خدا، اگر ما عهد کنیم که از فرامین شما اطاعت کنیم، آیا در فدان خواهید ماند؟ من مردم فدان را دوست دارم و ترک شما برایم سخت است. این به اراده من نیست. من به خواست خود نمی روم که به خواست خود بمانم. به خواست خدا ما فردا به سوی کنعان حرکت می‌کنیم. ما آماده. ما هم آماده. من و همسرم نیز وسایل خود را جمع کرده ایم. شما دیگر کجا؟ با شما به کنعان. ما تا عمر داریم از نبی خدا دست بر نمی‌داریم. شما نمیتوانید با ما بیایید. بهتر از همینجا در فدان بمانید. خانه و کاشانه من جای خوبی برای زندگی شماست. ولی من زندگیم را مدیون شما هستم. ما عهد کردیم تا عمر داریم خدمتکار شما باشیم. همسر و بستگانت به تو نیاز دارند. اینجا وطن شماست و شما هیچ دینی نسبت به من ندارید. بهتر از همینجا بمانید. خداوند را سپاسگزارم که به ما نور هدایت ارزانی داشت. من سالها با شما زندگی کردم، در غم و شادی شما شریک بودم. از اینکه شما را ترک می کنم غمگین هستم. شما روزی بت پرست بودید. خداوند یکتا نور ایمان بر قلب‌های شما جاری ساخت و شما بت‌های خود را دور انداختید و خدای یکتا را برگزیدید. قدر ایمان و دعوت الهی را بدانید. مبادا تاریکی کفر و جهل را جایگزین نور الهی کنید. یعقوب باشد یا نباشد، خداوند یکتا ناظر بر اعمال و افکار شماست. خدا نگهدار همه شما.
تو در این سالهای طولانی شبانی برای من مزدی دریافت نکردی. از خود نه ثروتی داری و نه گله گوسفندی. من نیمی از گوسفندانم را به تو و دخترانم هدیه می کنم. امیدوارم امورات شما با این گله اداره شود. سپاسگزارم. خداوند به شما خیر و برکت فراوان دهد. سپاسگزارم پدر. خداوند به شما خیر دهد. این حق یعقوب است. من باید پس از سالها زحمت از او قدردانی کنم. نگهدار همه شما. خاله، چرا بلهه و زلفا نسبت به مادرم راهی حسادت میکنن؟ این را چه کسی به تو گفت؟ همه میگوین یهودا خودش از زبان بلهه و زلفا شنیده بود. کودکان نباید در این امور دخالت کنند. اما حال که سوال کرده ای پاسخ میدهم. بلهه در ابتدا کنیز مادرت راهیل بود. راهیل چون صاحب فرزندی نمیشد، بلهه را به پدرت هدیه داد تا از طریق او هم صاحب فرزند شود، هم علاقه پدرت را نسبت به خود حفظ کند. بلهه دان و نفتالی را به دنیا آورد و نزد راهیل و یعقوب بسیار عزیز و مورد احترام شد. حال طبیعی است که با به دنیا آمدن تو بلهه فکر کند که دیگر آن جایگاه سابق را ندارد و همین موجب حسادت او شده باشد. آیا زلفا کنیز شما بوده؟ آری. پس از اقدام راهیل من نیز کنیز خود زلفها را به پدرت هدیه دادم. نمیخواستم در جلب محبت پدرت راهیل بر من پیشی بگیرد. زلفها نیز جاد و عشیر را به دنیا آورد. ناوی شمون چه میکنی؟ جل پراکنده شد، آنها را بازگردانید. فکر نمی کنی که یعقوب بیش از حد جایگاه راهیل را عزیز می دارد؟ من نیازی به حسادت با خواهرم ندارم. نه تعداد فرزندان او بیش از من است
و نه محبت یعقوب به او افزون تر از من. پس حسادت برای چی؟ خب معلوم است او که رأی خواهرش را به ما نخواهد داد. راه طولانی نشد؟ چیزی از راه نمانده. زندگی قبایل پشتشین هم همین است. هم سفر میکنند هم زندگی. لیا تا کران چقدر راه است؟ تقریبا 0 فرسنگ. میتوانی تحمل کنی؟ نمیتوانم. یهودا، لاوی، شامون، چادر را برپا کنید، همینجا اتراق میکنیم. در کران قابلی یافت میشود؟ آره میشود. جیرا زود به کنعان برو و خواهرم فاقه با یک قابله به اینجا بیاور. عجله کن. برو زود باز میگردم. لیا تحمل کن خواهرم. راهی کمک کن. آرام مواظب باش. آتش آماده کنید. زلفا زیر انداز بیاور. چه شده مادر؟ حالتان خوب نیست؟ نگران نباش، چیزی نیست. دینه یوسف را ببر. بگذار بماند. لیا تحمل کن خواهرم. مادر رهایم کن. مادر کجا میروی؟ دینه یوسف را نگه دار. بیا یوسف. بیا پسر جان بیا. چه شده پسرم؟ یوسف تو نباید بروی. پدر من برای مادر میترسم. چرا پسر جان؟ اتفاقی نیفتاده؟ نگران نباش. خداوند به او رحم کند. زایمان پیشین او نیست سخت. چیزی نمانده بود که از دست برود. به یعقوب بگویید دعا کند. چه شد؟ راحیل حالش چطور است؟ هنوز خبری نیست. لیا گفت برای راحیل دعا کنید. حال او چندان مساعد نیست. اگر بتواند قدری تحمل کند قابل از راه میرسد. بروید مراقبش باشید. پدر آیا مادر میخواهد از پیش ما برود؟ چه کسی این را به تو گفته؟ او میخواهد برای تو برادر بیاورد. اما من میترسم. نترس پسرم، نگران نباش. دینه برو با برادرت بازی کن.
اگر این بار هم چون زایمان پیشین باشد خداوند به او رحم کند. مشکل بتواند جان سالم به در ببرد. نمیتوانی نفوس بد نزنی؟ جغد شوم؟ کمی تحمل کنید. به دنبال قابله رفتم. تو کنعان راهی نیست. فرزندانم باش، مراقب فرزندانم باش. مراقب فرزندانم باش، نگذار غم بی مادری را احساس کند، نگذار. از نام راحیل پیدا بود که زود رحلت خواهد کرد. پروردگارا در فراقش مرا صبر عنایت فرما. پدر جان، کنعانیان آمدن. شفا بده.
درون چادر. عجله کنید، با من بیایید. سلام بر نبی خدا. سلام خواهر. دیر آمدی خواهر. دیر آمدی. او راحیل بود. اندوه به انبیا، دو آشنای دیرینه. این گونه مسائل برای ما غریب نیست. ما در این مصیبت نیست به خدا پناه میبریم. تو باید بیا باشی. خواهر راهی به تو تسلیت میگیرم. میبینی فرزند، جایی که آمده ای کاروان سرایی است. جمعی می آیند و عده‌ای می روند. خوش آمدی. مقدمت مبارک. مقدم او نامبارک است. نامبارک. او را بنعانی بنامید. فرزند نکبت. او باعث مرگ خواهرم شد. بس کن زن، بس کن. مرگ و زندگی به دست دیگری است. این کودک که گناهی نداره. بنعانی نه، بنیامین فرزند دست راست. او دست راست پدرش خواهد. تو کیستی عزیز عمه؟ یوسف فرزند راهیل. از تو نیز یادگار راهیلی. اول باید به تو تسلیت کنم. مادر پروردگارا، روح راحیل را قرین رحمت بفرما. پدرم میگوید خداوند هر که را بیشتر دوست دارد او را به نزد خود میبرد. عزیز عمه، تو میدانی مادرت نزد خداوند است؟ میدانم. خداوند او را به بهشت برده، ولی من دوری او را نمیتوانم تحمل کنم. از خداوند میخواهم به ازای این مصیبت به تو و پدرت صبر و بردباری بدهد. عمه فائقه، بهشت بهتر از اینجا؟ آره عزیزم، بهتر است. تو خیلی بیشتر از سنین کوتاه عمرت میفهمی عزیز برادر. خداوند تو را حفظ کند. بیشتر از سنین کوتاه عمرت میفهمی. من در چهره زیبا و معصوم این کودک و در کلماتی که بر زبان میراند نشانه بزرگی میبینم. او بیش از همسالان خود میفهمد. این باور کردنی نیست. بس کن خواهر، بس کن. یوسف هم مثل دیگر برادران خود
با آنها فرقی ندارد. چهره و کلام یوسف برای من دلنشین است. از تو میخواهم نگهداری او را به من بسپاری. شاید غم بیمادری او را قدری التیام دهم. من با خواهرم عهد کردم که نگذارم فرزندانش غم بیمادری را احساس کنند. مانند دیگر فرزندانم از آنها نگهداری خواهم کرد. ولی تو با آن همه فرزند که داری چگونه میتوانی؟ این امکان ندارد. اجازه نخواهم داد لحظه ای از پیش چشمم دور شد. بالاخره رسیدیم. شهری که تا آخر عمر باید در آن زندگی کنم. آمدن کاروان یعقوب نبی آمدن. رفتنشون مبارک. خوش آمدید. مقدم نبی خدا رو گرامی می‌داریم. ما را در غم خود شریک بدن. و از مصیبتی که بر شما وارد آمده نداشتیم. خداوند به شما سخت عنایت کنید. مرگ و زندگی به دست خداوند است. ما هم تسلیم رضای او هستیم. خوش آمدید. خواهر، مقبره پدرمان اسحاق نبی کجا قرار گرفته؟ قبلا آنجا را دیدید. مقبره پدر بزرگمان حضرت ابراهیم و همسرش در مکفیلا. مزار مادرمان رفقه نیز آنجاست. ابتدا قصد زیارت و تجدید پیمان با آنان رو دارم. بیا، همه را خبر کن. به اتفاق آنجا میرویم. یهودا، لاوی، بسمه امانتی را که به تو سپردم بیاور. ما به دیدار مزار پدرم اسحاق می‌رویم.
درود خداوند بر ابراهیم پیامبر. خداوند روح اسحاق و ابراهیم را شاد گرداند. مردم کنعان هدایت و ایمان خود را مدیون ایشان هستند. به هنگام مرگ خیلی دلش میخواست شما را ببیند. او شما را پیامبر بعد از خود خواند و وصیت کرد زعامت عبرانیان را به عهده بگیرید. از روح بلند او مدد میگیرم و از خداوند میخواهم که در انجام این رسالت سنگین مرا یاری کند. این پیراهن متعلق به پدر بزرگمان حضرت ابراهیم است که به پدرمان اسحاق به ارث رسید. اینک شما وارثان هستید. در نبود شما من که بزرگترین فرزند پدرمان بودم از آن مراقبت کردم. اینک ادای امانت نموده آن را به شما می سپارم. طبق وصیت پدرم این پیراهن به انبیای بعد از شما خواهد رسید. شاید بتوان آن را جبه رسالت نامید. من و مردم کنعان با شما بیعت میکنیم و بعد از حضرت اسحاق شما را نبی خدا میدانیم و به رسالت شما گواهی میدهیم. مبارک فکر میکنین پیراهن بعد از پدر به چه کسی خواهد رسید؟ خب معلوم است هر کس که از همه قوی تر باشد. اشتباه میکنی. آن کس که ایمانش از همه قوی تر باشد. من گرسنه‌ام. به ما غذا نمیدهی مادر؟ از غذا چه شد؟ کمی تحمل کنید.
چه خبر است؟ بگیر. شما را چه شده؟ چرا نمیخورید؟ این کم است. چرا به یوسف بیشتر دادی؟ ساکت باش، غذایت را بخور. بس کن لیا، چه میکنی؟ بر خود مسلط باش. بنیامین را من نگه میدارم، تو به بچه هایت غذا بده. نگهداری از این همه فرزند مشکل است. لیا حق دارد. بر 7 پسر و دختر خودش فرزندان راحیل هم اضافه شدند. من تقاضای خود را بار دیگر تکرار میکنم. همیشه در آرزوی داشتن فرزند بودم، اما این آرزو تحقق نیافته. چیزی از عمرم باقی نمانده است. درخواست مرا اجابت کنید. یتیم راحیل را به من بسپارید. مطمئن باشید که او را همچون چشمانم نگه خواهم داشت. میبینید که لیا هم سخت به زحمت افتاده است. شما ناچارید برای یوسف و برادرش فکر چاره‌ای کنید. دوریش را چگونه تحمل کنم؟ اگر به راه دورش بردم تحمل نکنید. اگر او را هر روز به دیدار شما نیاوردم بازش ستانید. اگر از محبت دریغ کردم بر من نبخشایید. بگذارید این سالهای پایانی عمرم را با محبت به یوسف سپری کنم. یقین داشته باشید که هم روح راحیل را خوشحال خواهم کرد، هم دل شما را. اما فائقه، عهد من با خواهرم راحیل چه می شود؟ سوگند خوردم که نگذارم فرزندانش غم بیمادری را احساس کنند. فائقه پیمان تو را جامعه عمل خواهد پوشاند. بیشک او یوسف را کمتر از مادر عزیز نخواهد داشت. تو بیم آن داری که کثرت فرزندان موجب غفلت هم از یوسف شود؟ نه، به عکس. بیم من آن است که تو از دیگر فرزندان غافل شده و فقط به یوسف بپردازی. یوسف جان، بیا اینجا پسرم.